سلام. این اپیزود 9 پادکست جام فیروزه‌ایه. رستم و سهراب. غمنامه رستم و سهراب به دوران پادشاهی کیکاووس تعلق داره. استاد طوس فردوسی بزرگ در شاهنامه داستان رو بدین گونه آغاز کرده. روزی رستم در راه نخجیر وقتی به نزدیکی مرز توران رسید شکاری انجام داد و بعد تصمیم گرفت کمی استراحت کنه. وقتی از خواب بیدار شد از رخش جز رد پایی اثری ندید. ناگزیر به دنبال رخش گشت تا به شهر سمنگان رسید. بزرگان، نامآوران و شاه سمنگان به استقبال او رفتند و شاه سمنگان از جهان پهلوان خواست به درگاه او بره و استراحت کنه تا رخش پیدا بشه. تهمینه دختر شاه سمنگان دل به رستم بست و به همسری اون در اومد. بعد از چندی رستم بعد از پیدا کردن رخش عزم برگشت به ایران رو کرد و در زمان ترک تهمینه مهره گرانبها به او داد که نشانی از پدر برای فرزند آینده‌اش باشه. به اون گفت اگه دختری زادی به یاد پدر این مهره رو به گیسوی او ببند و اگر پسری آوردی به بازوی او بند کن. به بازوی رستم یکی مهره بود که آن مهره اندر جهان شهره بود. بدو داد و گفتش که این را بدار. اگر دختر آرد تو را روزگار بگیر و به گیسوی او بر بدوز. به نیک اختر و فال گیتی فروز. وریدون که آید از اختر پسر ببندش به بازو نشان پدر. بعد از مدتی سهراب پور پهلوان رستم به دنیا آمد. وقتی جوانی شد نام بلند و پرآوازه پدر رو از مادر فهمید و تهمینه مهره‌ای رو که رستم به او داده بود بر بازوی سهراب بست. سهراب در اون سنین جوانی آرزوهای بزرگ و دست نیافتنی رو در سر داشت که پادشاهی ایران و توران رو به چنگ بیاره و رستم رو شهریار ایران زمین کنه و خود هم فرمانروای توران بشه. پس سهراب تصمیم گرفت به سمت ایران حرکت کنه تا با رستم باشه. کنون من ز ترکان جنگاوران فراز آورم لشکری بیکران. برانگیزم از گاه کاووس را از ایران ببرم پی طوس را. به رستم دهم تاج و تخت و کلاه نشانمش بر گاه کاووس شاه. از آوازه سهراب و نیرومندی و پهلوانی او و اینکه قصد تاختن به ایران رو داره افراسیاب آگاه شد. او لشکری رو به سرداری هومان و بارمان به سوی سمنگان فرستاد تا سهراب رو در لشکرکشی به ایران یاری بدن و سفارش کرد بکوشن تا سهراب پدرش رستم رو نشناسه تا شاید پدر به دست پسر کشته بشه و اگر رستمی در سپاه ایران نباشه از تخت به زیر کشیدن کیکاووس و تصرف ایران زمین آسان خواهد شد و بعد از پیروزی سهراب رو هم از بین ببرن. سپاه توران با 2 سردارش به همراه سهراب به سوی ایران روانه شدند و به دژ سپید در مرز ایران رسیدند. هجیر پسر گودرز از پهلوانان ایران و نگهبان دژ سپید بود. او با سهراب جنگید ولی شکست خورد و از سهراب امان خواست. گژدهم از پهلوانان ایرانی که اون زمان مرزبان ایران و توران در دژ سپید بود دختری دلیر به نام گردآفرید داشت که در سواری، تیراندازی و پرتاب نیزه ماهر بود. اون از تسلیم شدن هجیر آشفته شد و جامه جنگ پوشید. چون آگاه شد دختر گژدهم که سالار آن انجمن گشت کم. زنی بود برسان گردی سوار همیشه به جنگ اندرون نامدار. کجا نام او بود گردآفرید
که چون او نیامد ز مادر پدید. چنان ننگش آمد ز کار هجیر، که شد لاله برگش به کردار قیر. بپوشید درع سواران جنگ، ندید اندر آن کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر بر میان بادپایی به زیر. گردآفرید با سهراب جنگید و بعد از نبردی سخت به سمت قلعه تاخت و سهراب هم به دنبالش رفت. زمانی که سهراب به اون رسید، کلاه خود رو از سر گردآفرید برداشت و فهمید که هم نبردش یک دختر بوده. چو سهراب را دید گردآفرید، که برسان آتش همی بردمید. کمان را به زهبر به بازو فگند، سمندش برآمد بد ابر بلند. سر نیزه را سوی سهراب کرد، عنان و سنان را پر از تاب کرد. چو بر زین بپیچید گردآفرید، یکی تیغ تیز از میان برکشید. بزد نیزه او به دو نیم کرد، نشست از بر اسپ و برخاست گرد. سپهبد عنان اژدها را سپرد، به خشم از هوا روشنایی ببرد. چون آمد خروشان به تنگ اندرش، بخمید و برداشت خود از سرش. رها شد ز بند زره موی او، درفشان چو خورشید شد روی او. بدانست سهراب کو دختر است، سر و موی او از در افسر است. سهراب گردآفرید را اسیر کرد و وقتی میخواست به سمت لشکر توران حرکت کنه، گردآفرید به اون گفت که شایسته پهلوانی چون اون نیست که سپاهش متوجه بشن که با دختری نبرد کرده و به او پیشنهاد داد که با هم به قلعه برن و قلعه رو تسلیم او خواهد کرد. بدانست کاویخت گردآفرید، مران را جز از چاره درمان ندید. بدو روی بنمود و گفت ای دلیر، میان دلیران به کردار شیر. دو لشکر نظاره بر این جنگ ماست، بر این گرز و شمشیر و آهنگ ماست. کنون من گشاده چنین روی و موی، سپاه تو گردد پر از گفتگوی. که با دختری او به دشت نبرد، بدینسان به دبر اندر آورد گرد. دژ و گنج و دژبان سراسر تو راست، چنایی بر آن ساز دلکت هواست. سهراب که دل به زیباروی جنگجوی داده بود، به اون گوشزد کرد که پیمان خودش رو از یاد نبره و دژ رو به اون بسپاره. به سمت دژ حرکت کردن و زمانی که در دژ باز شد، گردآفرید رو به داخل بردن و در دژ بسته شد. گردآفرید به بالای دژ رفت و به سهراب گفت که بیگمان او از تورانیان نمیتونه باشه، چون از ویژگی‌های خاصی از پهلوانان برخورداره که فقط ایرانیان از اون بهره دارن و از اون خواست که از اومدن به دژ و ادامه دادن به نبرد منصرف بشه. در شاهنامه گردآفرید سهراب رو شاه ترکان و چین خطاب میکنه که این واژه در معنی همان سرزمین توران که قسمتی از چین بوده هست، چون گردآفرید فکر میکرد که سهراب پهلوان تورانه. چو سهراب را دید بر پشت زین، چنین گفت که ای شاه ترکان و چین. چرا رنجه گشتی چنین؟ بازگرد، هم از آمدن هم ز دشت نبرد. همانا تو خود ز ترکان نیی، که جز بافرین بزرگان نیی. بدو گفت سهراب که ای خوب چهر، به تاج و به تخت و به ماه و به مهر. که این باره با خاک پست آورم، تو را ای ستمگر به دست آورم. بخندید و او را افسوس گفت، که ترکان از ایران نیابند جفت. چنین بود و روزی نبودت ز من، بدین درد غمگین مکن خویشتن. شهنشاه و رستم به جنبد ز جای، شما با تهمتن ندارید پای. تو را بهتر آید که فرمان کنی، رخ لشکرت سوی توران کنی.
سهراب زمانی که گفته‌های سرد و افسوس‌آمیز گردآفرید رو شنید، اون رو ننگی برای خودش شمرد. چون میدید که از این دختر زیبا و جنگاور فریب خورده و دژی رو که به آسونی میتونست به چنگ بیاره از دست داد. گژدهم پدر گردآفرید نامه‌ای برای کیکاووس نوشت و از اومدن سپاه توران به سرداری هومان و بارمان و پهلوان جوانی به نام سهراب و اسارت هجیر خبر داد. در نامه‌اش سهراب رو به گونه ایرانی و اون رو همتای سام پهلوان بزرگ و نیای رستم دونست و اشاره کرد که جز رستم هیچ کس توان مبارزه با اون رو نداره و از قصد خودش برای ترک از دژ سپید برای کیکاووس نوشت، چون فکر میکرد توان ایستادگی در برابر سهراب رو نداره و همون شب تعدادی از سواران و گردان به همراه گژدهم از راه زیر دژ گریختند. بامدادان که سهراب به قصد تسخیر دژ به اونجا حمله کرد، متوجه رفتن اونها از دژ شد. از اون طرف نامه گژدهم به کیکاووس رسید و او گیو رو به سمت سیستان برای خبردار کردن رستم فرستاد. اما رستم با تأخیر به درگاه کیکاووس رفت. این دیر آمد سبب خشمگینی کیکاووس شد و دستور داد گیو و رستم رو به دار بیاویزند. رستم با خشم به کیکاووس گفت: تهمتن برآشفت با شهریار، که چندین مدار آتش اندر کنار. همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است. چه خشم آورد شاه کاووس کیست؟ چرا دست یازد به من توس کیست؟ شب تیره از تیغ رخشان کنم، بدآورد گه بر سرافشان کنم. سر نیزه و تیغ یار منند، دو بازو و دل شهریار منند. که آزاد زادم نه من بنده‌ام، یکی بنده آفریننده‌ام. بعد از پایان سخنانش با کیکاووس به طرف سیستان برگشت، اما بزرگان دربار از رفتن رستم سراسیمه شدن و از گودرز خواستن که به کیکاووس هشدار این خطر رو بده. بعد از اندرز گودرز به کیکاووس، او با شرمساری از گودرز خواست که پی رستم بره و اون رو برگردونه. گودرز رستم رو به درگاه شاه بازگردوند و کیکاووس از اون پوزش خواست و لشکر ایران به سمت سپاه توران حرکت کرد. شب هنگام رستم بعد از اجازه گرفتن از کیکاووس به صورت ناشناس به طرف سپاه توران رفت تا از نزدیک سران لشکر و به خصوص سهراب رو ببینه. وقتی به اونجا رسید مجلس بزمی بود که سهراب همراه ژنده-رزم برادر مادرش و هومان و بارمان نشسته بود. رستم در تاریکی شب سهراب رو که دلیر و هوشیار دیده بود نظاره می کرد که در همین حین ژنده-رزم مجلس بزم رو ترک کرد. او در تاریکی مردی بلند بالا و قوی هیکل دید که شبیه او در لشکر توران نبود که ناگهان رستم با یک مشت اون رو از پای در آورد. وقتی رستم به لشکر ایران برگشت به گیو درباره حسی که از دیدن سهراب داشت گفت. او رو بسیار دلاور و شبیه پهلوانان ایرانی همچون سام نریمان دیده بود که هرگز ز ترکان چنو کس نخواست، به کردار سرو است بالاش راست. به توران و ایران نماند به کس، تو گویی که سام سوار است و بس. از اون طرف سهراب از کشته شدن تنها مردی که میتونست پدرش رو به اون نشون بده غمگین شد. به همراه هجیر که در دستش اسیر بود به بلندی که مشرف بر سپاه ایران بود رفت. از هجیر خواست نام تک تک سرداران سپاه ایران رو به اون بگه. او به رستم که رسید از بیم کشته شدن رستم نامش را به سهراب نگفت. بالاخره رستم و سهراب در میدان جنگ روبروی یکدیگه ظاهر شدند. سهراب در اون زمان از رستم پرسید که تو رستم هستی؟ اما رستم به او جواب منفی داد. اون دو مدتی به نبرد با هم مشغول شدند و بعد هر کدام به لشکر خودش برگشت. سهراب به هومان از اون چه در اون روز گذشته بود گفت.
با خودش فکر می‌کرد نشانه هایی که مادر از رستم به او گفته بود در شیرمردی که هماورد اوست دیده و فکر می‌کنه که اون خود رستمه. بیم اون در دلش افتاد که با پدر خود به جنگ بپردازه و از اونجا که هومان از ماجرا آگاه بود و از سوی افراسیاب فرمان داشت که رستم و سهراب با هم نبرد کنن، سهراب رو از این فکر دور کرد. چو خورشید تابان بگسترد فر، سیه زاغ پران بینداخت پر. تهمتن بپوشید ببر بیان، نشست از بر اژدهای ژیان. وزان روی سهراب با انجمن، همی می گسارید با رودزن. به هومان چنین گفت کین شیرمرد، که با من همی گردد اندر نبرد. بر و کتف و یالش همانند من، تو گفتی نگارنده برزد رسن. نشانهای مادر بیابم همی، به دل نیز لختی بتابم همی. گمانی برم من که او رستم است، که چون او نبرده به گیتی کم است. نباید که من با پدر جنگ جوی، شوم خیره روی اندر آرم به روی. در روز بعد رستم و سهراب با هم به نبرد پرداختند و سهراب رستم رو بر زمین زد و میخواست با خنجر اون رو بکشه که رستم به اون گفت در آیین ما بار اول اگر کسی حریف رو بر زمین بزنه اون رو نمیکشه. نوبت دوم که اون رو مغلوب کرد حق کشتن اون رو داره. اما در نبرد دوم بین رستم و سهراب، رستم در اولین نوبت که سهراب رو به زمین زد به گفته خودش پایبند نموند و بر سینه جوان خنجر کشید. سهراب به رستم اینگونه گفت نشان داد مادر مرا از پدر، ز مهر اندر آمد روانم به سر. همی جستمش تا ببینمش روی، چنین جان بدادم به دیدار اوی. کنون گر تو در آب ماهی شوی، وگر چون شب اندر سیاهی شوی. وگر چون ستاره شوی بر سپهر، ببری ز روی زمین پاک مهر. بخواهد هم از تو پدر کین من، چو داند که خاک است بالین من. از این نامداران گردن کشان، کسی هم برد سوی رستم نشان. که سهراب کشته است و افگنده خوار، تو را خواست کردن همی خواستار. چو بشنید رستم سرش خیره گشت، جهان پیش چشم اندرش تیره گشت. بپرسید از آن پس که آمد به هوش، بدو گفت با ناله و با خروش. که اکنون چه داری ز رستم نشان، که کم باد نامش ز گردن کشان. بدو گفت اریدون که رستم تویی، بکشتی مرا خیره بر بدخویی. ز هر گونه‌ای بودمت رهنمای، نجنبید یک بار مهرت ز جای. کنون برگشا از این جوشنم، برهنه نگاه کن تن روشنم. چو برخاست آوای کوس از درم، بیامد پر از خون دو رخ مادرم. همی جانش از رفتن من بخست، یکی مهره بر بازوی من ببست. مرا گفت کین از پدر یادگار، بدار و ببین تا کی آید به کار. کنون کارگر شد که بیکار گشت، پسر پیش چشم پدر خوار گشت. سهراب از رستم خواست چنان کنه که کاووس با تورانیان نجنگه و سپاه ایران رو از حمله به لشکر توران باز بداره، چون اونها برای یاریش با او همراه شدن. رستم برادرش زباره رو مأمور کرد که این کار رو انجام بده و لشکر توران رو تا کنار رود جیحون همراهی کرد. هومان به زباره گفت نتیجه جنگ پدر و پسر رو متوجه هجیر دونست که رستم رو به سهراب معرفی نکرد. بزرگان رستم رو از کشتن هجیر منصرف کردند. رستم میخواست با خنجر خودش رو بکشه که مانع شدن و چاره رو در اون دونستن که از کاووس شاه نوشدارو طلب کنه که زخم سهراب درمان بشه.
رستم گودرز رو به نزد کیکاووس فرستاد تا نوشدارو رو از او بگیره و به سهراب برسونه. اما کیکاووس بیم اون رو داشت که سهراب زنده بمونه و در کنار رستم نیروی بسیاری پیدا کنن و دیگه بندگی اون رو نکنن. پس نوشدارو رو نداد و رستم تصمیم گرفت خودش نزد کاووس بره و نوشدارو رو بگیره. اما به او خبر دادند سهراب از جهان فراخ رخت بربست. رستم با سواران زابل تابوت پسر مرده‌اش رو به سوی سیستان برد و زال و رودابه کهنسال بر مرگ نوه خود که بسیار شبیه سام نریمان بود گریستند. نکته‌ای در اشعار فردوسی بزرگ اومده که هنوز راز اون گشوده نشده و اون دخمه‌ایه که رستم از سم ستور برای سهراب ساخت. چون نخواست برای اون دخمه‌ای زرین بسازه تا بعد از مرگ رستم دزدان و یغماگران اون رو به تاراج ببرن و ویرانش کنن. پس رستم دخمه‌ای ساده برای نوجوان ناکام خودش ساخت. اما اون چه که در این میون مشخص نیست سم ستوره و پیوند اون با دخمه‌ای ساده و بی پیرایه که رستم برای سهراب ساخت. دخمه‌ای چنبرینه و گرد که از این روی به سم ستور میمونده. چنبرینگی اون نمادی از آسمان بود، چون آرزو میکنن که اون بهروز و فرخنده فرجام راه به مینو ببره. همه سیستان پیشتاز آمدند، به درد و به رنج دراز آمدند. چو تابوت را دید دستان سام، فرود آمد از اسب و بگذارد گام. تهمتن پیاده همی رفت پیش، دریده به بر ببر و دل کرده ریش. تو گفتی که سام است با یال و سفت، غمی شد ز جنگ اندر آمد بخفت. همی گفت اگر دخمه زرین کنم، ز مشک سیه گردش آگین کنم. چو من رفته باشم نماند به جای، وگرنی مرا خود همین است رای. یکی دخمه کردش ز سم ستور، جهانی به زاری همی گشت کور. چنین گفت بهرام نیکو سخن، که با مردگان آشنایی مکن. به تو داد یک روز نوبت پدر، سزد گر تو را نایب آمد پسر. چنین است و رازش نیاید بدید، نیابی به خیره چه جویی کلید. یکی داستانی است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. ممنون که گوش کردین و پادکست رو به دیگران معرفی میکنین.